یعنی یک مرد بوده است زنش در بیمارخانه خواب بوده است، پدر و مادرش مجبور کردن که همون زن طلاق کن. این جوان رفته است به حضور شاهد زن طلاق کرده است. البته طلاق می شود. در طلاق کردن شاهد شرط نیست، در نکاح کردن شاهد شرط است، لیکن در طلاق کردن شاهد شرط نیست. حتی اگر تو میتونی که به خط بنویسی که مثال به عائله خودت که من تو را سه طلاق کردم، طلاق میشه. برای این در طلاق کردن هیچ وقت کوشش نکنید، سراسیمه نشین. طلاق کردن بسیار یک کار ناخوبی هست. رسول اکرم میگوید ابغض الحلال الی الله الطلاق، بدترین حلال ها به سوی خدا این طلاق است. هیچگاه طلاق نکنین. در طلاق کردن عرش الهی میگه در جنبش میدراید. هیچگاه هیچ پدر مادر توصیه به طلاق نتین تا حد امکان. امروز ببین طلاق میتن، فردا میبینی که حاضر شدن پشیمان شدین، نفهمیدیم، بعد از پی فتواکاوی میشوند، بعد دیگر ملاکاوی میشود. چی لازم یک زندگی حلال خطا و زندگی حرام چکار میکنی؟ البته آلوده میکنی. هیچ وقت به طلاق کردن شما سراسیمه نشین. شخصانی که زوب داره، زوبتون ورم میکنه، عصبتون دا دستوید میکنه، زود عصبانی میشه، بزار ای همین لیچنیای 2000-3000 سومانه شدین و شما یک گیاه پیشنهاد میکنیم که از 13 نمود علف تیار شدگی کاملا طبیعی و بی خیمیکات میباشه. میخواین همین چیز رو دسترس کنین. برای دسترس کردن این گیاه طبیعی در شبکه پروفیل رقم های ما میشه یا اینکه در کامنتاریا زوب نویسید. تا حال سوال ها وجود دارن. این جمعه را خدا خواسته باشد من در اطراف بعضی از سوال ها می بخشم و جمعه آینده خدا خواسته باشد از همین فضیلت ماه مبارک چیزی برای شما بیان کنم به خاطر این ماه و بعدا انشاءالله در باب زکات صحبت میکنم. پیش از آنی که به این سوال ها من جواب گردانم، حبیب خدا صلی الله علیه و سلم گفتن من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حبیب خدا گفتن اگر کسی که این ماه مبارک رمضان که الحمدلله انشاءالله روز یک شنبه آغاز این ماه مبارک است، اگر کسی که از این روز این ماه مبارک ایمانا و احتسابا از روی ایمانداری از روی اخلاص اگر روزه دارد، غفر له ما تقدم من ذنبه. حبیبی خدا گفت تصور کند که پروردگار تمام آن گناهایی که مقدم پیش انجام داده بود الله همگی را مغفرت میگرداند. تمام آن گناهی که شما از رمضان گذشته تا این رمضان انجام دادید، پروردگار میگوید اگر این ماه را شما به خوشنودی پیشواز گیرید، از آمدن این خوشنود شوید و این از روی ایمانداری و اخلاص اگر روزه گیرید، الله یک سال گناههای شما را مغفرت میکند. خیلی بشارتی بلند است، خیلی مکافات عظیم پروردگار به خاطر این ماه مبارک به ما و شما نصیب میکند. در حدیث آی رسول اکرم میگذارد از صلوات الخمس، از نماز، از یک نماز تا نماز، الجمعه الى الجمعه، از جمعه تا جمعه، الرمضان الى الرمضان، از یک ماه رمضان تا ماه دیگری رمضان، مکفرات لما بینهن اذا اجتنبت الکبائر. از رمضان تا رمضان پیغمبر خدا میگه مکفراتون، این نابود کننده گناه های شما هست. اذا اجتنبت الکبائر، اگر دیده و دانسته تو گناه نکرده باشی،
اگر تو قصدن گناه کرده باشی، این البته بخششی بین رمضان داخل نمی شود. اگر مبادای از تو گناه سر زد که نفهمیدی یا از روی نادانی بود، از روی جهالت بود، الله در این مدت 1 ساله همش می بخشد به خاطر این ماه رمضانش. از این خاطر ما باید که به در آمدن این ماه مبارک خیلی خوشنود باشیم، زیرا دوستان خدا حتی که این ماه را تمنا و آرزو میکردند که خداوند ما را به این ماه مبارک رساند، زیرا اونها از ثواب و اجر این ماه درکدار بودند. از این خاطر خیلی در این ماه حرکت کننده باشیم، کاری کنیم که این ماه از ما و شما بیهوده صرف نشود. الحال من اعلان ماه مبارک برای شما کرده ایستادم. زود است والله که زود است که این ماه از ما و شما میگذرد. باز یک روز اگر حیات باقی باشد از همینجا اعلان میکنم که برادران عزیز فردا عید است، بسیار تیز میگذرد. از این خاطر حبیب خدا گفتند من لم یدع قول الضر والعمل به فلیس لله حاجة ان یدع طعامه او شرابه. حبیب خدا گفت کسی که در این 1 ماه مبارک رمضان سخن دروغ، غیبت، بهتان اینها را ترک نمی سازد، پروردگار حاجت ندارد که وی خامی نوشد، خامی خورد، بر روزه او دیگر پروردگار هیچ حاجتی ندارد. یعنی شما در این 1 ماه مبارک رمضان انشاءالله من جمعه آینده که یک مفصلا برای شما این بیان میکنم، لیکن تا جمعه آینده که چند روز از این رمضان میگذرد باید خیلی با احتیاط باشید. حتی در حدیث ها رسول اکرم گفتند اگر یک نفر شما را دشنام دهد فقل اینی صائم، در جوابش دشنامش نده، بلکه بگو من روزدار هستم ای بنده خدا، من روزدار هستم. حتی در گویم که گوینده دشنام شما باید که دشنام ندهیم، بلکه گوییم ما روزدار است ای ما روزدار است. بسیار با احتیاط باشین. این یک فضل پروردگار است که اگر خداوند ما و شما را در این ماه زنده نگه دارد، بسیار یک ثوابی خیلی زیاده دارد. و در این 1 ماه مبارک اگر شروع کنیم از سحرخوری که حبیب خدا گفتند تسحروا فإن فی السحور برکة، شما سحرخیزی کنید، شما سحر خوراکی کنید، یعنی سحر آن طعامی که تیار میکنند آن طعام ها را استفاده برین، زیرا که در سحرخیزی این برکات است. یعنی شما اگر مبادای قوت داشته باشین که تا بگاه چای ناخورده و خوراک ناخورده استادگری کنید، این هم رسول اکرم گفتن ثواب ندارد تا زمانی که تو سحرخیزی نکنی. باید شما سحرخیزین، از چیزی که نباشد، حتی 1 لقمه هم که باشد خورید و بعدا از اون می توانید که شما اگر صبح ندمیده باشد شما خواب کنید تا صبح دمیدن. لیکن اگر سحر برای سحرخیزی نخیستید در این برکت نیست، در این روزه تو فیض نیست. گفتن پیغمبر حتی که رسول اکرم گفتن فرق بین رمضان مسلمان ها و بین روزه اهل کتاب فقط در سحرخیزی هست. فرق بین روزه ما و فرق بین روزه نصرانی ها فقط در سحرخیزی گفت که اونا در سحر نمیخیزن، مسلمان ها باید در سحر خیزن. باید شما سحرخیزی کنید، اگرچه 1 پیاله آب چای هم که باشد همون نوشیم برای خاطر برکت و فیضش، برای خاطر سخن حبیب خدا که امر دارد که شما سحرخیزی کنید. لیکن بسیار دادرای عزیز و پدرای مهربان، این ماه خیلی ماه نازک است. نازکی است از جهت چی است؟ که از جهت شما خیلی با احتیاط باشین در خوردن طعام ها، که باز برای یگان دشمن دین و اسلام
دستک نشود که این ماه رمضان همش درد و همش بیماری می آوردگی است. شما در خوردن همون طعام هاتان خیلی با اهمیت باشید که طعام های گرم قطعی شما چه از قسم سحر چه از قسم بیگاهی روزه شکاری کنید و روزه داری کنید. فقط با طعام های گرم. وقت خودش خنک شده است از طعام های خنک، از هر گونه طعام های گوییم که اگر یگان شب مانده و دیگر استفاده نبرید، شاید که اونها سبب شوند شما بیمار شوید. بعضی بعد نامسلمان های وجود دارند که این روزه خودش چی است؟ روزه خودش البته پیدا کننده بیماری گفته برای خودش یگان دستک تیار میکنند، یگان دلیل تیار میکنند. حالا که زمانی که حبیب خدا صوموا تصیحوا گفت شما روزه گیرید در ماه مبارک رمضان شما تندرست میشوید. روزه سر به سر شفا هست، سر به سر تمام دردهای شما را نابود میکند. در گزیت خوانده بودم که چندین همون دکترهای خیلی گویم پیش قدم امریکا همون بیماری هاشون با طریق روزه داشتن تبابت میکردن، که زیرا که حبیب خدا گفتن سرچشمه همه دردها این معده هست. وقتی معده که پر شد همون بیماری ها را تولد کردن میگیرد. اما رمضان این معده های ما و شما خالی هست. به این خاطر حتی سحر هم شما خوراکی زیاد استفاده نبرین. گذار که تا که در بین روز است در قسم بیگاه است کمی گرسنگی بالای تو غلبه کند، اون به فایده جسم تو حل می شود، به فایده بدن تو حل می شود. برای همین در خوردن طعام هاتون خیلی با دقت باشید. لکن یک جای دیگر خیلی جای افسوس است که بعضی برادرای ما و شما قسم بیگاه میبینی وقتی که کشادن روزه میشود به ناس روزه شانه میشکایند. بیگاهی میشود اول کشایش روزه را که رسول اکرم گفتند با دو چیز میشکایدند، یکی خرما، اگر خرما که نمیشد خرمای تر، اگر خرمای تر نمیافتند خرمای خوش، خرمای خوش که نمیافتند بعد به آب میکشادند. از این خاطر امروز انشاءالله در بسیاری همین مسجدهای ما و شما بچه های گویم سخاوتمند پیدا شدن که مثل این مسجد ما هر سال چندین همون خرماهایی که الحال در فروش هستند میارن مردم یک دانه به همون میشکایند. برای این بهترین صورتش با همون ها شکایید. شما کار کنین که در این یک ماه حتی همون نازکشی و سیگاریت کشی که دارین اینا تماما دور کنین. این حرام کرده های پروردگارند. شما با حرام کرده های الله روزه هاتون نشکایید. و در نمازهای تراویح هم همون امام هایی که البته وجود دارند نه آنقدر سراسیمه نمازهای تراویح را خوانند، نه تیز و گویم نه آنقدر گویم ملایم هم. چگونه ای که رسول اکرم در حدیث های مبارک میگوید هر وقت هایی که یکی از شما امام شدید فلیخفف، باید که نمازها را سبک خوانید. فإن فیهم الصغیر و الکبیر و السقیم و الضعیف و هر گونه یاد می شود. زیرا اینکه در این جمعیت های شما پیران سالا هستند، در این جمعیت شما بیمارا هستند، در این جمعیت شما خردسالا هستند، در این جمعیت شما کسانی هستند که گویم یگان کار دارند، یک شتاب دارند. از این خاطر گفتن نمازهاتون سبک کنید. لیکن نه اونقدر سبکه که دیگر گویم حتی همون تلفظ حرف ها مشاهده کرده نشود. یعنی همون حتی همون تلفظ حرف ها براید، یعنی قرائت یا همون قرآن من طبق تجوید قرآن شود. این حالت انشاءالله در نمازهای ما و شما یگان نقص کمبودی پیدا نمی شود. انشاءالله این جمعهش این قدر برای ما و شما کفایت میکند. جمعه آینده خدا خواسته باشد در اطراف این یک ماه مبارک برای شما صحبت انشاءالله انجام میدهم. از 13 اوگوست 2006 شهر دوشنبه مجلس شورای علمای جمهوری تاجیکستان قرار میکند. یعنی چند چیزی را که مجلس شورای علما پیشنهاد کردن من به سمع شما میرسانم، زیرا که من هم در حضور مفتی بودم پر روز
همینها را برای ما دادن که در بین مردم خوانده دیه. ماه شریف رمضان از 24 سپتامبر روز یکشنبه معین کرده شود. لایحه تقویم رمضان ترتیب داده شده قبول کرده شود، یعنی روز یکشنبه ما باید که روزدار باشیم. شما هر کدام دیگه ملاگی و صوفیگی و شیخی تا طرف مونین، همین روز یکشنبه روزه هست. حتی در حدیث های رسول اکرم همین سحر خواندم که کسی که یک روز یا 2 روز پیش از رمضان روزه میگیرد و در نزد پروردگار گناهگار است. همین روزی که معین شد روز یکشنبه، همین روز یکشنبه همگی روزه میگیریم. دیگر همین پراکندگی و فلانی فلان کرد، فلانی فلان گفت، این فلانی را بگذاریم یک طرف، بس از همین پراکندگی و بس از همین نافهمی هایی که در بین من داریم. هر چیزی که همینا قرار کردن جوابگر خودشان هستند. دوم، نصاب زکات 5000 سامانی معین کرده شود. از این مقدار 125 سامانی زکات دادن لازم است. تا امروز $1000 بود، امروز از بس که طلا که قیمت شده است گوییم که نصاب زکات بلند برداشته شد. قریب از $1,500 الکی آدم سومدار زکات میدهد. یعنی 5000 سامانی 125 سامانی باید که زکات دهد. صدقه فیتر موافق معیار شرعی 1 کیلو و 822 گرم گندم یا با قیمت امروزه بازار 1 سامانی معین کرده شود. یعنی از سر هر یک نفر 1 سامانی صدقه فیتر میدهیم. انشاءالله این واجبی هم از گردنمان بیرون کرده می شود. و شعبه فتوای مرکزی اسلامی سفارش داده شود که موعظه های امام خطیبان را بررسی و مکمل نموده با تمام خطیبان مسجد جامعی جمهوری رسانند. ختم قرآن در ماه مبارک رمضان موافق نقشه شورای علمای جمهوری گذرانیده شود. یعنی در بسیاری مسجدها ختم قرآن گذرانیده می شود. انشاءالله در این جایهای ما و شما هم این ختم قرآن ساعت دارد می آید، در ما و شما هم باید که با ختم قرآن گذرانیده شود. مقصد از ماه رمضان هم این ختم قرآن است. این ختم قرآن در مسئله های فقهی حتی که مردم بیمارن بیمار نباشن گفته باید ختم قرآن کرده شود. انا این یک گویم که پیشنهاد رئیس شورای علمای جمهوری تاجیکستان بود. یعنی از این انشاءالله ما و شما همیشه امروزه موضوعمان که از 24 سپتامبر ما و شما باید که روزدار باشیم. و در قسم سحرخیزی در اینجا یک تقویم هم برآمده است، الکی در فروش است. اول روز از 4:28 شروع می شود. بعد آهسته یک روز در 2 منوت، یک روز دیگرش 1 منوت. همین خیلی میده کم کردن میگیریم. از این طرف از طرف شام باشد 6:28 است، آهسته آهسته باز چی میشد پس شدن میگیره 6:26 و 6:25 هم طرفتن میگیریم. یعنی این با تقویم با چیز دوشنبه راست کردگی است. در ما و شما یک 5 دقیقه فرق کننده است. بسیار بر وقتی بدم نخیزیم. بعضی آدمی هست که در ساعت 3 میخیزد، مثلا در ساعتهای 2 میخیزند. اینقدر بر وقتش هم چی در کار؟ حضرت زید ابن ثابت میگوید تسحرنا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم، یک بار با پیغمبر خدا سحرخیزی کردم. ثم قمنا الى الصلاه، بعد از آن نماز بامداد رفتیم. قیل کم کان بینهما، حضرت زید ابن ثابت پرسیدن وقتی شما با پیغمبر در نماز بامداد رفتین، همون بین سحرخورک پیغمبر و بین نماز پیغمبر چند فرق کننده بود؟ قال بینهما 50 آیتن، گفت 50 آیت میخواندی که صبح میدمید. یعنی اینقدر دیر حبیب خدا چیکار میکردن؟ سحرخوری میکردن. شاید 50 آیت در 10 دقیقه یا 15 دقیقه، اینا 20 دقیقه خوانیم. اگر 20 دقیقه به صبح حکیمان چی است؟ ما و شما این حالت در سحرخورک قد میکنیم. این از قاعدش. اینقدر دیری بدم بر وقتی بدم گرفتن ما و شما هیچ حاجت ندارد. و از قسم بیگاهی هم حدیث قدسی است که احب العباد الی اعجلهم فطرا،
پروردگار گفته است دوست داشته ترین بنده به سوی من همون بنده ای هست که بر وقت روزش می شکاید. ببین در بسیاری جایها پیش از نماز روزه شکایی است، بعد نماز میخوانند. درست است، با که ندارند. شما هم میتوانید که اگر مبادایی که در مسجدها اگر حضور داشته نباشین، حضور نداشته باشین، این حالت شما روزه هاتون شکایین، بعدا نماز هاتون خوانین. این الله گفته است دوست داشته ترین بنده به سوی من است. زیرا شما در اصل اگر در نماز هم که قائم باشین، همه خیال شما به سوی طعام است. از این خاطر شما روزه هاتون شکایین، خاطرتون از طرف طعام جمع کنین، بعدا نماز خوانین. این ثواب است. السلام علیکم بابای حاجی مرزا، التماس با سوال من جواب گویید. نماز قضای همین روزه را در مسجد جماعت خواندن با امام درست است یا نه؟ درست است. اگر همین روزه نماز قضای جماعت باشد در مسجد، اگر با جماعت خواه پیشین باشد، یک قومی هستند در مسجد نماز میخواندند، همگیشان گوییم که نماز پیشین قضا کردند. این حالت اگر همگی با جماعت در مسجد اگر همون قضای پیشین خوانند درست می شود. لیکن دیگر روزهاش در مسجد ما قضا را جماعت نمی کنیم، زیرا خود قضا کردن گناه است. باز وای وقتی در بین مردم نشان میده که من قضایی خوانده ایستادم، این گناه خود آشکار در بین مردم نشان داده ای، اینش الکی صاحبان کتاب اجازت نمیدهند. زنها میتوانند که نماز تراویح یا این که نماز 5 وقته را جماعت خوانند. اگر امام زن باشد در آخر سلامتی بر شما از خدا طلب دارم. یعنی در این ماه مبارک اگر یگان زنی گویم با فهم و زنی گویم که از مسئله و مسائل درکدار باشد، خوب می شود که اگر یک جماعت آراسته کنند و زن در حالتی که پیش می درآید مثل مردها پیش نمی درآید، در همون صف اول می ایستد، نماز تراویح همون زنها را خوانده می دهد. یعنی بعد چه از پیش چه از بعد او اگر بین زنها گویم باز یگان موعظه ترتیب دهد و زنها را گویم از همه حکمهای پروردگار خبر دهد، این انشاءالله یک تعلیم و درس است. اگرچند که نماز 5 وقته را برای زنها در مسئله فقه حنفی کراهیت گفتند، لیکن اگر جماعتشان کراهیت هم که داشته باشد، لیکن پهلوهای ثوابشان خیلی زیاد است، خیلی زیاد است. از این خاطر می توانند زنها که در این ماه جماعت ترتیب دهند، یگان زن عالمه را پیش درارند، همون در صف اولشان نمازشان خوانده دهد، خوب است، این نیک است. لیکن در برابر این باز چیکار کنند؟ باید که چیزی به مردم رسانند. السلام علیکم دولای محترم، اگر انسان آرزو و هوس بای شدن داشته باشد یا دعا کند، او را خداوند بای میکند یا نمیکند؟ پیغمبر خدا در حدیث های مبارک میگوید کل شیء بقدر حتی العجز والکیس، همه چیز به تقدیر وابسته است، حتی زیرکی و حتی گویم سادگی آدم هم. بعضی آدم ساده می شود، همون به تقدیر وابسته است. بعضی آدم زیرک می شود، همون هم در تقدیر زیرکی بوده است. حبیب خدا گفتن وقتی شما 4 ماه در شکم مادر هستین، 4 چیز ملائکه ها می نویسند. یکم چیزی که می نویسند رزق تو را بای می شوی، اگر نکشیده باشد بای نمی شوی. چیزی که در تقدیر، این را به آرزو و به هوس پیدا کردن ممکن. حضرت ابوبکر صدیق گفتن 3 چیز از 3 چیز یافتن ممکن نیست. 3 چیز را از 3 چیز یافتن نمی شود. یکم گفتن جوانی را برنگ و بار، یک آدم 50 و 60 می رود، بعد دیگر ریشه پس می تراشد و موی سر سیاه می کند و بعد کستون و بروکای بهترین همون توفلی های قیمت هم می پوشد، 1000 که کند جسم تو را پیر است. تو ظاهرت اگر چنده که نوام باشد، تو را داخلت کهنه است. رهگردی تو را نشان میده تو پیر هستی. حضرت گفتن با رنگ و بار
آدم جوان نمی شود. هر جوانی که از این جوانی را خدا خودش بیرنگ و بار زینت دادگی هست. برای همین سه چیز را از سه چیز یافته نمی شود. دویمش چی است؟ گفتن تن صحت را به دارو پیدا کرده نمی شود. یک بار سلامتی را از دست بده، ده ها اگر کورس نیچینی بگیر دیگر فایدت نمی کنه. یک دم یک نابود می شود، لیکن باز اون جا در من باقی ماندگی هست. اون چیزی که خداوند اون بهترین سلامتی را که در اول داده بود وقتی که از دست رفت دیگر وای برقرار به دارو نمی شود. گفت سوم گفتن بایی حضرت ابوبکر به هوس و به گویم خواهش پیدا نمی شود. یک آدم بایی میبینی همه شرایطاش بهترین و بعد هوس خوری که ای بایی را ببین چی گونه است. گفته اگر 1000 هوس که خوری تا در تقدیرت الله بایی را نکشیده باشد بایی نمی شوی. برای همین اولا دادر عزیز گویم اگر مقصد من خواهی بایی را طلبم نکن. انشاءالله همین خداوند به تو آنقدر مال دهد که تو همین طلبنده نباشی، در بدر نباشی، خار و زار نباشی، همونش انشاءالله برای تو بردباری میارد، همونش کفایت کننده است. همین آدمای بایی که میبینین بهترین لباس و بهترین ماشین و بهترین خانه دارن، فکر میکنین که یگان پرابلم ندارن. اونا خیلی گویم باز خیلی سرگردانی هاشون زیاد است. برای همین میلش ما هیچ وقت مثال بایی را گویم طرفدار نیستیم، نه، بلکه این خداوند دادی خداوند است. یک کس بای میکند، یک کس کم بغل میکند که خوش به حال همون بایی که از همون دولت و سهولتش دیگرها را برخوردار میکند، خوش به حالش. بسیار نیک از همون بای هایی که اگر در کدام محله که بای زندگی داشته باشد و همون محله از حساب آب و نان او برخوردار باشد، خوش به حالش. لیکن بای ممسک باشد، بای بخیل باشد، بایی که کسی یک تنگه او را نبیند، این بایی درد سری وی از باور کنید، این بایی به او هیچ فایده نمی بخشد. یک قصه یادم آمد در گلستان خوانده بودیم. یک کمبغل بیچاره میگوید نزد حضرت موسی آمد و گفت ای موسی، گفت همین کمبغلی بسیار افگارم کرده است، آخر دایم همین خوردنی نسک و نخود و چند دیگر طاقت نداریم. گفت بگذار پروردگار بایم کند، آخر از گوشت گوسفند و از تمام این بهترین طعام هایی که دارد برخوردار شوم. حضرت موسی گفت ای بنده خدا، گفت همین حالی که داری بسیار حالت خوب است. گفت ای گفت دعا کن، دعا کن، گفت که مرا پروردگار به دولت کند. دعای پیغمبرها تیری در نشان رسیدگی هست. حضرت موسی دعا کرد که پروردگار را گفت همین بنده تا به دولت بگردان. میگوید چنان با دولت شد که دیگر هیچ حد کنار نداشت دولتش. از بین یک 3-4 سال گذشت، این برادر در آخر از ما طلب کرد از دعا کن که دابلا من بای شوم. کسی بود از خیلی از من دعای حضرت موسی را بین و این حال این مرد ببین چی شده است. برای من دعا میکنم که خدا ترا رزق کفایت کننده دهد. از بین 3 سال گذشت، میگوید حضرت موسی با یک قشلاق گذر میکند که مردم زیاد جمع شدن. گفتن اینجا چی معرکه هست؟ یک آدم گفت در دار میکشند. در دار میکشند؟ بله. کی است این آدم؟ این آدم یک آدم بیچاره گدا بود. نزد حضرت موسی رفت دعا کردن، اون چه پیغمبرها را نمیشناختند مردم. نزد حضرت موسی رفت، حضرت موسی در حقش دعا کرد، به دولت شد. بعد که دولت و سهولت زیاد پیدا کرد، در حال دستی به زنا زد، عرق نوشی کرد و زنا کرد. در بالای زناش دستگیریش کردن، امروز حکمی به دارش دادن. آی بایی هر کس هم نمی پروره. خداوند میداند که کی را بای کند، کی را کم بغل کند. همه جسم ما را میداند که تا چه اندازه ما تاباوریم. آیا همین جسم ما تاباوری بایی دارد یا ندارد؟ و الله میداند اینه. بعدا حضرت موسی بسیار غمگین شد، نگاه کرد که این مرد را که دعا داده بود برداشتن و در گردنش بنده و در دار کشیدنش. غمگین شد. میگه حضرت سعدی میگه که
یک ندای آمد به گوش حضرت موسی که با یک طریق نظم که از جانب پروردگار که آن کس که توانگرت نمیگرداند اون مصلحت تو از تو بهتر داند. ای حضرت موسی، پروردگار از تو در دیده بهتر میداند که کی را بای کند کی را کم بغل سازد. الله این نقصتر میداند. گویم تو دعا کرده و امروز انا بنده خدا را بین در کدام حالت آمد و برای پروردگار مشورت چی و مصلحت چی لازم نیست. الله خودش میداند چیکار کند. در دوام گفت گربه مسکین اگر پر داشتی تخم گنجشک از زمین برداشتی. این گربه را گفت پروردگار گفت ای موسی نگاه نمیکنی چرا پرش نمیتیم؟ این پر ندارد، با بازم بی پریه که هستی دارد در زمین گویم که گنجشک از داشته میگیرد. وقتی اگر این ما پر میدادیم در آسمان دیگر پرنده نمیماند. آن دو شاخ گاو اگر خر داشتی آدمی را نزد خود نگذاشتی. اگر ای موسی این خرابی با این به شاخیش آدم نمیماند نزدیک شود. اگر باز دو شاخی دیگرش میدادیم از پیشم هجوم به آدم میکرد از پسم به پایهاش میزد. برای همین پروردگار هر یک چیز میداند که چی گونه آفرد. برای همین دادر عزیز ما در حق تو دعا کردن نمیتونیم که خدا تو را بای گرداند، لیکن خدا دعا کن از پروردگار. اگر بسیار حوث بایی را داشته باشی دعا کن انشاءالله پروردگار تو را ناامید نمیگرداند. اگر بسیار حوث مالدار شدن داشته باشی. لیکن یک حدیث از پیغمبر خدا هست که ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم. پروردگار در جسم نظر ندارد، جسم تو تا چه اندازه بلند است پهن است نگاه نمی کند. پروردگار نگاه نمی کند چقدر تو مال داری، بلکه الله در عملها نظر می کند. الله در دل تو نظر می کند. ان الله یعطی المال من یحب و من لا یحب ولكن یعطی الایمان الا من یحب. خداوند مال می دهد، گفت پیغمبر خدا، چی دشمنش باشد چی دوستش باشد هر کسی باشد مال می دهد، لیکن ایمان پروردگار فقط دوستاش می دهد. السلام علیکم اکای دوملا، چند سوال دارم. یکم، بعد گرانیدن مرده دلیل میمانند برای مرده، این جایز است یا نه؟ جایز نیست. یعنی بعد وقتی که از خاندان ما و شما خواه پدر باشد خواه مادر باشد خواه کدام اولادی نباشد گوریستان میبرین، بعد او در همون جایی که وی شستن بسیاری اینا بسیارتر در همین سکسیه هایی که مردم زندگی میکنه بسیارتر در همون جا که در خانه که میشوین در همون جای شستن شمها گریان میکنن. این از ما نیست، این از نصرانی ها هستن. آخر در ما و شما دلیل ماندن آدم گناهگار میسازد. این دلیل بحری چی میگذاری؟ این چی معنی دارد؟ دلیل تو فقط این است که 2 رکعت نماز در حقمون پدرت است مادرت است خوان، یک ورق قرآن خوان. این از دلیل مردم مسلمان. شمگذاری و دلیل گذاری این حرام است در اسلام. آیا علم دنیا ضرور است یا علم اسلام؟ و ما گفته بودیم که علم دنیا هم علم خدا هست، علم آخرت هم علم خدا هست، همش علم خدا هست، هر دوش ضرور است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند خیرکم من تعلم القرآن و علمه.
بهترین شما آن کسی است که قرآن میخواند و قرآن با دیگرها تعلیم میدهد. لیکن در داخل قرآن ما علم دنیا هم وجود دارد. مردم به علم دنیا پروردگار میخواند. از این خاطر این سوالهای دیگر علم دنیا باید در بین مردم ما دیگر هیچ وقت صدا ندهد که علم دنیا گویا که علم نادرکار باشد. باور کنید این خیلی پس بودن ما و شما را نشان میدهد. تحقیر کردن همین دین اسلام را نشان میدهد. کسی که گوید علم دنیا این علم بیکاره و علم باطل و علم کافر است، این گونه سخنها میگفتند. با یک آدم خیلی گویم با سواد وقتی که یک جا نشستیم و گفت که من شرط نیستم هاشو نگیرم، من از فلان آدم ناراضی هستم. گفتم برای چی ناراضی؟ گفت وای ملا بوده است. باره گفت با یک انسان نگاه کردم که با زبان روسی سخن میراند. گفتم با زبان روسی سخن راندن این ثواب است، زبان دانستن این ثواب است. گفتن نه. گفتم بلکه زبان دوزخی ها گفتن زبان روسی هست. این در یگان پارچه همی کتاب فارسی خوانده است، اون کدام دشمن اسلام نویسانده است، این بیچاره برای خودش دلیل کرده گشته است که زبان روسی را دانستن گناهگار می شود آدم. امروز هم ما و شما قریب که سفری به دولت‌های روسیه داریم. اگر زبان همون دانی تو، آیا برای تو کارت سبک نمی شود؟ او برای چی گفتن که زباندانی جهاندانی است؟ اگر امروز شما حج می روین به مکه مکرمه، اگر زبان عربی را دانین میدانین چقدر سبکی برای شما می شود. امروز باید ما و شما تبلیغ کنیم فرزندهامون، تمام شرایطاشون مهیا گردانیم که امروز زبان عربی، زبان انگلیسی، زبان تاجیکی و زبان روسی را از خود کنند. حتمی و ضرور است. اینا به نهایت ضرورند و در این مسئله خیلی کوشش کننده باشیم. اگر خواهیم همه شما، من باوری دارم که همه شما امید داریم که فردا از همین بچه هایی که داریم راحت بینیم. اگر خواهید که راحتی بچه هاتون بینین، امروز در خواندن اونا بسیار با دقت باشین، بسیار با دقت باشین. همه آن چیزی که برای او مکتب او گرفتن علم دنیای او ضرور است تأمین کنین. حضرت مولوی رومی خدا رحمتش کنه گفت گر حال نیک خواهی فرزند را همیشه، آموزش ای برادر قرآن و خط و پیشه. میخوای که حال فرزندت خوب شود، میخوای که همین بچه تو از تلبیدن و از خار و ذلیل و از گویم یک کارگر عادی که در دست ملت‌های دیگر کار میکند خلاص شود. میخوای گفت اگر خواهی که بچه تو از این گونه حالتهای وزمین خلاص شود و خدمتگاری در تو شود، گویم زندگی تو را پیش میبردگی شود، فرزند سه چیز آموز: قرآن و خط و پیشه. قرآن خوانش کن، بعدا خط خوانش کن، یعنی مکتب خوانش کن، پیشه که یگان کسب را بیاموزش، یک کسب را برای او بیاموزان. چی کسبی که نباشد؟ در دوام گفتن زیرا که پیشه باید روزی که کار افتد، چون پیشه نداند بیل و کلند و تیشه. گفتن پیشه را بیاموز بچه تا، یگان کسب برای او بیاموزان، مهنت کن. اگر مادام مهنت نکردی و بچه را کسب ناموختی، این حالت در دستی او بیل و کلند و تیشه دی. چون خط نداند یا پیشه نداند، پس گاو و خر چراند در کوه و در و پشته. حضرت گفتن مادامی که خط خوان نشد، علم دنیا را هم نگرفت، کسب و کارم نامو، قرآن خوان که نشد، این حالت در کوه یا پادبان کن، در همو کوه در و پشته پادبانی کرده گشتن گیرد. برای این بسیار امروز ما و شما باید که کوشش کننده باشیم. علم دنیا نگویم دیگر، همش علم اسلام است. علم دنیاش هم، علم آخرتش هم،
همه اینها از قرآن ما و شما هست. همه ما و شما باید خواننده باشیم. من در یک جمعه گذشتم گفته بودم که این دلیل دارد که چی فرزند ما در مدینیستود میخواند، چی بچه ما در مفتیات درس اسلامی میگیرد، در ثواب برابر هستند. امروز جامعه ما اگر به طبیب ماند آیا خراب نمی شود؟ برای همین از همه مهم برای ما و شما امروز که فکر همون آینده فرزندهامون الحال کنیم، مکتب خوانشان کنیم، در مکتب ها فعال باشند، همه آنچه که لازم است تأمین کنیم. السلام علیکم اکای حاجی میرزا. اولا از خدای تعالی دعا میطلبم که عمر شما را دراز و پربرکات گرداند. و من سوالی دارم به شما.